شریرامانا می آموزد که درست به همان شیوهی که عالم رویا را در شب فرافکنی می کنیم، دنیایی که مقابلمان می بینیم صرفاً فرافکنی آن کسی است که آن را می بیند. این فرافکنی بر روی پرده آگاهی منعکس می شود و ما آن را واقعی می پنداریم و تصور می کنیم ما نیز در این دنیا در حال تجربه داستانهای آن هستیم. در این دنیای خودساخته خط داستانی برای ما صادر می شود که اعمالمان را مشخص می کند. ما بازیگران ناآگاهی در این نمایشی هستیم که نفهمیدیم صرفاً در حال دنبال کردن نمایش و فرمان گرفتن از متن آنیم. قادر نیستیم بفهمیم که ما خود پرده نمایش هستیم که همه اتفاقات بر روی آن رخ می دهد و به اشتباه باور کردیم که یکی از شخصیت‌های داستانیم. منشأ این فرافکنی من است که خود را در جسم هویت می دهد و به تبع آن عالم رویای دروغینی را خلق می کند که در آن بازی کرده و رنج می کشد. تفحص در مورد ماهیت و منشأ این من فرافکنی را متوقف ساخته و فرد را در حالتی که خود را آگاهی یک پارچه می داند مستقر کرده که در آن هر خلقتی پدیدار و ناپدید می گردد و این است رهایی.